سلام علیکم دوستان، کامران ناصر هستم، تحلیلگر، معامله‌گر و مدرس بازارهای مالی. خب اگر خاطرتون باشه و حالا بارهای مطلب تکرار کردیم، در زمان اوج رونق من خدمتتون عرض کردم که به زودی رکود سنگینی تو بازار مسکن بود فرما میشه به نفعی که مالباختگان آینده سرمایه‌گذار در بازار مسکن خواهند بود. متاسفانه من می‌بینم که هنوز تحلیل‌ها گذشته‌نگر هست و همون استدلال‌های قدیمی در مورد بازار مسکن انجام میشه. من به همین دلیل یک سلسله ویدیوهایی توی پلیلیست تهیه کردم در مورد بازار مسکن که من توضیح بدم با آمار، ارقام و دلایل که چرا شرایط در بازار مسکن به طور بنیادی تغییر پیدا کرده و همینطور قصد دارم یک کارگاه به صورت آنلاین و حضوری برگزار بکنم برای شما فعالین بازار مسکن که بتونید همچنان به فعالیت خودتون تو بازار ادامه بدین. شرایط تغییر کرده، اون تحلیل های گذشته که همیشه اینطوری بوده یا همیشه اونطوری بوده صدق نمیکنه. لازم هست استراتژی های جدید برای سرمایه‌گذاری تو بازار مسکن رو فرا بگیرید و با شرایط جدید آشنا بشید. خب اگر تمایل داشته باشید با شماره که زیر صفحه نوشته شده میتونید پیام ارسال بکنید و در کارگاه حضوری آنلاین ما هر کدوم که تمایل داشته باشید شرکت بکنید. تو ادامه این ویدیو میخوام به شما توضیح بدم که حالا خیلی من دیدم توی کامنت ها می‌نویسن مسکن تنها کالایی هست که دولت نمیتونه از خارج وارد بکنه، یا با وجود این همه گرونی مسائل ساختمانی چطور میشه که قیمت مسکن تو رکود فرو بره و کاهش پیدا بکنه. تو ادامه این ویدیو میخوام این موضوع رو خدمت شما توضیح بدم. خب دوستان، خیلی حالا از هم مردم عادی و هم متأسفانه تحلیلگران بخش مسکن من این جمله رو شنیدم که مسکن تنها کالایی هست که نمیشه وارد کرد. فرض بکنید میگن که بله مثلا چه میدونم پرتقال مال فلان کشور هم وارد میکردن، زمانهای احمدی نژاد فلان کالا رو هم وارد میکردن. مسکن تنها کالایی هستش که نمیشه وارد کرد. خب میخوام بگم که این غلط هست. مسکن اتفاقا میشه وارد کرد. نمونهش رو در شهر پردیس شما برید بچینید اون آپارتمان هایی که شرکت ترکیه کوزو ساخته مشاهده بکنید. در همون شکل ترکیه خیلی از ساختمان از ما پیشرفته تر نیست، فقط یک بله از ما پیشرفته تره. با اون یک بله پیشرفتش باعث شده بود که اون ساختمان ها با سرعت بسیار بسیار بالاتر و هزینه بسیار کمتری ساخته بشن. یعنی از یک سری قالب های لغزنده استفاده میکردن برای ساخت اون آپارتمان ها و به خاطر همین سرعتش خیلی بالاتر میشد و زمان کمتری داشت و هزینه‌اش هم خیلی میومد پایین. حالا تکنولوژی ساخت با قالب های لغزنده تو ایران هم هست، ولی اختصاص به شرکت جهاد سیلوسازی داره و ساخت سیلوها اینا. هیچ وقت آپارتمان با قالب لغزنده تکنولوژیش تو ایران نبوده. ترک ها می اومدن سر زمان آقای احمد نژاد همون موتور که موز کیوی و سیب وارد میشد، در واقع مسکن رو هم وارد کردن در همون زمان. پس مسکن رو هم میشه وارد کرد با هزینه بسیار کم، با سرعت بسیار بالاتر. ترکیه ها میساختن، کیفیتشون هم خیلی بهتر بود از اون همون مسکن مهرهایی که ایرانی ها میساختن در همون زمان. عرض کردم ترکیه حالا همچین تکنولوژی خیلی پیشرفته هم نداره نسبت به ما. حالا شما در نظر بگیرید الان فرودگاه امام بخش دومش رو با شرکت چینی توافقش انجام شده که چند میلیارد یورو قرار است ظاهرا سرمایه گذاری بکنه، پولش رو به صورت نفت دریافت بکنه. پس میشه شرکت های چینی تکنولوژیشون بسیار بسیار بالاتر از ترک ها هست. اون چیزی که میگن ساختمون رو به صورت پنل‌های پیش‌ساخته ظرف 48 ساعت میسازن. حتی سیم‌کشی ها اینا همه آماده داخل پنل‌ها هست و فقط با جرثقیل سوار میکنن. و شرکت های ساختمانی چین هم به خاطر اینکه بخش مسکن چین ورشکست شده دنبال یه بازار جدید میگردن. کاملا این گزینه هست و مطرح هست الان که شرکت های چینی بیان و در مقابل دریافت نفت در ایران ساخت و ساز انجام بدن و با اون تکنولوژی کارخونه این که ساختمون ها به صورت پیش ساخته میاد و اینجا فقط سوار میشه. بس اینکه مسکن رو نمیشه وارد کرد، نه، این از اون ذهنیت ساخت سنتی
سرچشمه میگیره که اوستا محمد و اوستا تقی و اوستا علی و اوستا اکبر و اینا بیاین بنا و گچکار. نه، ساختمون سازی الان به صورت صنعتی در دنیا داره انجام میشه، بخصوص با چین که چین هم کاملا احتمالا راضی باشه که بیاد به بال دریافت نفت برای ما خونه بسازه. پس این گزاره اشتباه هست. مسکن رو میشود وارد کرد و دولت قصد وارد کردن مسکن به کشور رو دارد. نماینده همدان چند وقت پیش اشاره کرد، گفت در این مورد ما صحبت کردیم، مذاکرات پیش رفته، قرارداد ساخت فاز دوم فرودگاه امام هم در واقع تصویب شده، قبل از چینی چینی اون رو انجام بده. این دقیقاً واردات مسکن هست. نفت میخواهیم صادر بکنیم و در مقابل شرکت‌های خارجی بیاین، شرکت‌های چینی مسکن برای ما تولید بکنن. پس این گزاره کاملا اشتباه هست و مسکن قرار هست که به زودی وارد کشور بشود. عرض کردم شرایط بازار مسکن تغییر کرده. شما نیاز به استراتژی‌های جدیدی دارید در بازار مسکن و باید با این استراتژی‌ها آشنا باشید تا همچنان بتونید فعال بازار مسکن باشید و خدا نکرده شما ضرر و زیان نشید. اگر با استراتژی‌های قبلی برید قطعاً اتفاق براتون خواهد افتاد. همین ازتون دعوت می‌کنم که در کارگاه استراتژی نوین سرمایه‌گذاری بازار مسکن ما حتما شرکت کنید. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. شاد و پیروز باشید.